پادشاهان حمیر. از آن میان سرزمین یمن که از مواهب طبیعت بیشتر بهره داشته است، از دیرباز آبادتر و برومندتر از سایر قسمت‌های عربستان بوده است و از همین روی یونانیان آن را عربستان خوشبخت می‌خوانده‌اند. نیز چون بر کناره دریای هند و دریای سرخ جای می داشته است و از دیرباز برای بازرگانی میان دنیای غرب و شرق جایگاه مناسبی به شمار می آمده است، از این حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومی بوده است. تاریخ هیچ قومی به اندازه تاریخ عربستان آشفته و پریشان نیست و از آن میان تاریخ یمن بیش از همه آشفته و درهم است. چنانکه بسیاری از اخبار و روایات مربوط بدان را مورخان نتوانستند باور دارند و درست بشمارند. بسا که خیال بافی‌ها و گزافگویی‌ها در طی این اخبار توانسته باشد شکستی را به صورت پیروزی و یا ناکامی را به صورت کامیابی جلوه دهد. افسانه‌ها و داستان‌هایی که در منابع عربی راجع به پادشاهان هاماوران یا حمیری‌ها نقل کرده اند، از ارتباط آنها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت می‌کند. این روایات شاید چنان که گفته شد افسانه‌های بیش نباشد، لیکن در هر حال از آنها نکاتی به دست می‌آید. نوشته اند که شمر-یرعش از پادشاهان حمیری سراسر ایران را تسخیر کرد. حتی از جیحون گذشت و سغد و سمرقند را به دست کرد. گفته اند که نام سمرقند از شمرکند به نام اوست. درباره پادشاه دیگری به نام ملکی کرب نوشته اند که قوم خود را در هر گوشه از جهان بپراکند و به سیستان و خراسان برد. شگفت‌تر آن است که درباره برخی از این پادشاهان گفته‌اند که آنها آتش پرستی پیش گرفته‌اند. این نسبت خود تا اندازه زیادی بر وجود روابط و علایق بین ایرانیان با سرزمین هاماوران گواهی می‌دهد. بدین گونه عربستان خوشبخت از دیرگاه قبل از ساسانیان با ایران ارتباط داشته است و اینکه در تاریخ‌ها و افسانه‌ها نام آن با نام ایران پیوسته است بر حسب تصادف نیست. رقابت‌های بازرگانی. در اواخر دوره ساسانیان که جنگ‌های ایران و روم به اوج شدت رسید و اختلاف‌های دینی در سرزمین یمن به رومی‌ها و زنگی‌ها مجال دخالت در سرنوشت مردم هاماوران داد، بیش از همه وقت ارتباط میان ایرانیان و کشور هاماوران روشن و آشکار گردید. چنانکه از اخبار و روایات برمی آید، زنگی‌ها از روزگاران بسیار کهن در کنارهای عربستان که روبروی کشورشان بود، با شوق و آز بسیار می نگریدند. حتی از خیلی قدیم بارها بدانجا لشکر کشیدند و چون این لشکرکشی‌ها مکرر می‌شد، سرانجام نه همان برای مردم یمن بلکه برای اعراب حیره نیز که دست نشانده ایرانیان بودند خطری بزرگ گردید. این کار مردم یمن را واداشت که از خسرو انوشیروان برای دفع شر آنها مدد بجویند. اما آنچه ایرانیان را در این کار به دخالت واداشت، گذشته از موقعیت خطیر حیره که یک مسئله نظامی به شمار می رفت، موضوع رقابت بازرگانی با رومیان بود. در این اوان پادشاهان و بازرگانان هاماوران را کار به سستی و پریشانی روی نهاده بود و رومی‌ها بر اثر رواج و انتشار آیین مسیح در مشرق نفوذ خیش را در آسیا منتشر و مستقر می‌کردند. بازرگانان آنها امتعه هند را از یمن به حبشه و سپس به مصر می‌بردند. عربان از این امر ناراضی بودند و می‌کوشیدند در راه تجارت حبشی‌ها و رومی‌ها موانعی ایجاد کنند. همین امر موجب شد که تازیان کلیسای زنگیان را در یمن بیالایند و آنان را بر ضد خیش تحریک کنند و داستان ابرهه و اصحاب فیل از همین جا پدید آمد.
اما ایرانیان که از دیرباز در تجارت نیز مانند سیاست با رومیان رقابتی داشتند، در صدد برآمدند که بر سر راه بازرگانی آنان دشواری‌هایی پدید آورند. از این رو سپاهیانی از آنها در آن قسمت از عربستان که بر کناره خلیج فارس قرار دارد جای گرفتند. یوستین قیصر روم نزد بنی حمیر کس فرستاد که ایرانیان را از نزد خویش برانند و نیز به حبشیان پیغام فرستاد که بازرگانان رومی را در این راه یاری کنند. یوستینیان نیز در روزگار امپراتوری خویش چنین کرد. اما پیمان دوستی که بسته شد طول نکشید و عرب دیگر بار به معارضه با قافله‌های روم پرداخت. در آغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلاد هاماوران استیلا یافتند، زیرا این بلاد در آن روزگاران چنان که گفته شد واسطه تجارت بین هندوستان و بلاد کناره دریای مدیترانه بود و مردم هاماوران که این تجارت را در آن روزگار به دست داشتند نهانی با رومی‌ها و زنگی‌ها کشمکش می‌ورزیدند. ثروت و جلال خیره کننده‌ای که در افسانه‌ها به پادشاهان حمیری نسبت کرده اند، از این بازرگانی‌ها فراهم می آمد. اینها ادویه و عاج و طلا و عقیق و یشب و سایر امتعه هند را با کالاهایی مانند عود و عطریات و جز آن که از یمن به دست می آید به شام و فلسطین و عراق و دیگر بلاد روم می بردند و امتعه خاص بلاد فنیقی را می آوردند. بازرگانان رومی نیز که به تجارت امتعه هند اشتغال می داشتند، ناچار بودند که در این راه از آنها مدد و معاونت بجویند. مقارن این ایام چنان که از تئوفانت روایت است، مردم هاماوران بر بازرگانان رومی که آیین مسیح داشتند و با کالای هند از یمن می گذشتند در افتادند و عده‌ای را از آنان هلاک کردند. امر تجارت متوقف ماند و این کار بر حبشی‌ها که نیز آیین مسیح داشتند و از این تجارت سودها می بردند گران آمد. از این رو برای گشودن راه بازرگانی سپاهی گرد آوردند و در زیر لوای حداد پادشاه خویش به هاماوران رفتند. پس از جنگی پادشاه هاماوران را که زومیانوس یا زونوواس نام داشت کشتند و با قیصر یوستینیان پیمان تازه کردند. نوشته‌اند که چندی بعد حبشی‌ها از یمن بازگشتند، اما چون بار دیگر راه بازرگانی بسته شد، پادشاه حبشه لشکری گران به یمن فرستاد. این بار سردار حبش با یاری یک تن اسقف نصارا که همراهش بود، کوشید که آیین ترسایی را در یمن رواج دهد. اما فرمانروایی او دیری نکشید، زیرا شورش مردم پادشاه زنگیان را از یمن نومید کرد و واداشت که با حمیری‌ها آشتی کند. بنابراین استیلای حبشه بر یمن جهات بازرگانی و اقتصادی داشته است. با این حال مسئله دین نیز در این مورد می توانسته است بهانه مناسبی باشد. اصحاب اخدود در این باب چنین آورده‌اند که زونوواس پادشاه هاماوران از رشک و خشم که بر زنگیان داشت آیین جهودان پذیرفت. می نویسند که او در عهد فیروز یزدجرد بود و از عالمان جهودان سخنها خوش آمدش و دین جهودان گرفت. پس جهودان وی را بران داشتند که به مجران رود و آنجا ترساان بودند. و زونوواس مغاکی بکند و آتش در آن برافروخت بسیار و هر که از ترسایی برنگشت و جهودی نپذیرفت در آن مغاک افکندش. و زونوواس آنجا نشسته بود با مهتران خیش و 20,000 مرد در آن سوخته شدند و انجیل‌ها همه بسوخت. پس مردی از ترساان انجیلی نیم سوخته برگرفت و سوی قیصر رفت و بگفت که زونوواس چه کرد. و قیصر گفتا که از ملک من تا یمن دور است
لیکن از یمن تا حبشه نزدیک است و او را نامه نوشت به ملک حبشه و این مرد آنجا رفت و ملک حبشه بگریست از آن کار و قریب 70,000 مرد بساخت و سوی یمن فرستاد با مهتران نامدار و با مهترین نام او اریات. پس زونواس از ایشان هزیمت شد و خود را در دریا افکند و کسی باز ندیدش. پیداست که این روایات از افسانه ها خالی نیست. اما آنچه در این میان سخت آشکار است این است که امپراتوران بیزانس به بهانه حمایت ترسایان در این هنگام حبشی ها را بر ضد مردم هاماوران یاری می کرده اند. و همین امر پادشاهان ساسانی را که همواره دشمن و رقیب امپراتوران روم بوده اند بران می داشته است که در این ماجراها به یاری مردم ستم دیده برخیزند. استیلای حبشه بر یمن برای مردم گران تمام شد. جور و بیداد و ناروایی بسیار به مردم روا داشتند. زنگیان با مردم هاماوران رفتار وحشیانه پیش گرفتند. زنان را رسوا کردند و قتل‌های بی اندازه رفت. زوجدن نامی به جای زونواس برآمد و به مقاومت برخاست. اما کاری از پیش نبرد و ناچار خود را به دریا افکند. زنگیان بر یمن استیلا یافتند اما چندی بعد میان آنها اختلاف افتاد. چنان که از روایات برمی آید، اریات یک چند فرمان روایی کرد. آنگاه ابره نامی با او به ستیزه برخاست. زنگیان 2 گروه شدند. گروهی به یاری ابره برخاستند و گروهی با اریات ماندند. میان هر 2 گروه جنگ و ستیزه پدید آمد. ابره اریات را گفت که ما را با یکدیگر جنگ افتاده است. چرا باید لشکری را به کشتن دهیم؟ آن بهتر که به تن خیش با یکدیگر جنگ کنیم تا که پیروزی یابد. چنین کردند و اریات کشته شد. زنگیان که در یمن بودند همه بر وی گرد آمدند. چون نجاشی از این داستان آگاهی یافت برآشفت و سوگند خورد که خاک سرزمین او را پایمال سازد و خونش را بریزد و پیشانی او را به آتش بسوزاند. ابره موی پیشانی بسترد و آن موها با انبانی از خاک سرزمین یمن و شیشه‌ای از خون خیش نزد نجاشی فرستاد و پیام داد که من بنده‌ای از بندگان توام و اریات نیز بنده‌ای از بندگان تو بود. در اجرای فرمان تو با یکدیگر ستیزه کردیم و اکنون فرمان تو راست. نیز پیشکش‌ها و ارمغان‌های بسیار فرستاد و نوشت که شنیده‌ام پادشاه به مسیح سوگند خورده است که موی پیشانی من به آتش بسوزاند و خونم بریزد و خاک سرزمین مرا پایمال خیش سازد و اکنون من موی پیشانی خیش فرستادم تا ملک آن را بسوزاند و خون خیش در شیشه پیشکش کردم تا آن را به خاک ریزد و انبانی از خاک این سرزمین تقدیم داشتم تا آن را پایمال فرماید و سوگند از خیش افکنده باشد و خشم و ناخشنودی از من فرو گذارد و هم بر تختگاه خیش بماند. چون نجاشی این نامه بخواند، رأی او را بپسندید و از او خشنود گشت. اصحاب فیل. از وقتی که زنگیان به سرداری اریات بر یمن دست یافتند تا آنگاه که سپاه ایران به سرداری وهرز آنها را از آنجا براندند و تباه کردند، چنان که حمزه و بعضی دیگر از مورخان روایت کرده اند، مدت 72 سال گذشت. آغاز استیلای آنها بر یمن در روزگار قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی بود. گفته اند که اریات 20 سال فرمان راند و ابره 23 سال فرمان روایی کرد. پس از ابره پسرش یکسوم 17 سال و پس از او پسر دیگرش مسروق 12 سال فرمان روا بودند. ابره را نوشته اند که در پراکندن آیین ترسایی می‌کوشید. گفته اند که او پرستشگاهی به نام قلیس در صنعا ساخت. کنیسه‌ای که در هیچ جا مثل آن نبود.
پس در صدد برآمد که عرب را از حج کعبه باز دارد و قبله آنان را به سوی قلیس بگرداند و در این باب به نجاشی نامه کرد و دستوری خواست. عربان که قصد او را بدانستند برآشفتند و یکی از آنان به صنعا رفت و قلیس را بیالود. چون ابرهه آگهی یافت به خشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه نمود و با فیل و سپاه راه مکه در پیش گرفت. داستان اصحاب فیل به اشارت در قرآن آمده است و این سال را در تاریخ عرب عام الفیل نام نهادند. گفته‌اند و در این گفته جای سخن هست که پیغامبر اسلام در این سال به جهان آمد. اما ابرهه از این لشکرکشی سودی نبرد و گویند که در مکه مرد یا در بازگشت به یمن تباه شد. آیا لشکرکشی زنگیان به مکه فقط بر اثر یک رقابت دینی و برای انتقام از آلودن کنیسه بوده است؟ بعید به نظر می آید. در هر حال شاید بتوان گفت که دست یافتن زنگیان بر یمن راه بازرگانی هند به مدیترانه را که از حجاز می‌گذشته است فرو بسته است و اعراب حجاز که از این رهگذر زیان بسیار می‌دیدند با زنگیان به ستیز برخاسته‌اند و در امور آنان کارفزایی و خرابکاری‌ها کرده‌اند. این استیلای حبشه به بازرگانی روم نه همان لطمه‌ای نزده است، بلکه کار بازرگانان روم را آسانتر می کرده است. اما برای بازرگانان ایرانی نیز مثل عربان زیان داشته است و مداخله ملوک هیره و پادشاهان ایران نیز در این کار بیش از هر چیز از نظر بازرگانی و اقتصادی بوده است. درباره مدت فرمانروایی زنگیان بر یمن، چنانکه حمزه نیز تأکید کرده است، جای اختلاف هست و همه مورخان درباره آن متفق نیستند. در این مورد نکته‌ای نیز هست که باید در اینجا یاد کرد. ولادت پیغامبر را که مقارن عام الفیل بوده است، در حدود 570 میلادی شمار کرده اند. لشکرکشی ایرانیان را نیز به یمن در سالهای 570 تا 576 دانسته‌اند. اگر آن سردار حبش که فیل و لشکر به مکه برده است ابرهه باشد، برای 29 سال فرمانروایی یکسوم و مسروق دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند. بنابراین باید گفت آنکه به قصد ویران کردن کعبه از یمن سپاه به حجاز برده است، باید مسروق باشد و یا آنکه پسران ابرهه نیز به نام پدر در ضمن قصص عربی یاد شده اند. اگر نتوان این پندار را پذیرفت، باید در درستی روایتی که حمزه و ابن اسیر و دیگران درباره مدت فرمانروایی زنگیان در یمن آورده اند و نیز درباره تعداد و توالی فرمانروایان آنها تردید کرد. ذی‌یزن. باری زنگیان در دوره استیلای خیش بر یمن بیداد بسیار راندند. خواسته ها را به زور از خداوندان می ستاندند و زنها را به ستم از خانه ها می بردند. خانواده های بسیار بدین گونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت. نوشته‌اند که از پادشاه زادگان یمن یکی بود که ذی‌یزن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی می داشتند. ذی‌یزن را زنی بود ریحان نام، از خانواده‌ای که سالها بر یمن حکم رانده بود. ریحانه به خوبرویی و پارسایی و خردمندی در همه ملک هاماوران به نام بود. ابرهه را از آن زن آگاهی دادند. ذی‌یزن را بخواست و زن از او به ستم جدا کرد. پس او را به زنی کرد و به خانه خیش برد. ریحانه را از ذی‌یزن کودکی 2 ساله بود. نام وی معدی کرب و لقب سیف. آن کودک را با خیشتن به خانه ابرهه برد. از ابرهه نیز 2 پسر، نام آنها یکسوم و مسروق آورد. ابرهه سیف را نیز چون پسران خیش می داشت و سیف گمان برده بود که مگر ابرهه پدر اوست. با برادران یکسوم و مسروق برآمد و بالا گرفت و همچنان از راز گذشته بیخبر بود. اما ذی‌یزن که زن و فرزند از دست داده بود، از شرم و رسوایی در یمن نتوانست ماند.
راه روم پیش گرفت و داوری نزد قیصر برد. از بیداد زنگیان بنالید و برای راندن آنها از او به مال و مرد مدد خواست و پذیرفت که اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان باز ستاند، آنجا چون کاردار و دست نشانده روم باشد و باج و ساو به قیصر فرستد. قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود و یاری کرده بود، سخن او ننیوشید. از آن گذشته نمی توانست برای کسی که همدین او نیست، کسانی را که آیین ترسا دارند و همدین او هستند بیازارد. مگر این زنگیان خود چون کاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمی راندند. بدین گونه قیصر در کار این شاهزاده ستم دیده آواره ننگریست. ذی‌یزن نومید شد و به نومیدی از پیش قیصر بازگشت. از آنجا آهنگ ایران کرد تا داد به پیشگاه خسرو برد. نخست به هیره رفت. نعمان ابن منذر و به قولی عمرو ابن هند در آنجا از دست انوشیروان ملک بود. قصه خیش باز گفت و امیر هیره که نیاکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی کرد. چندی بعد با خیشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت. خسرو نوشیروان او را بار داد. چون ذی‌یزن به درگاه خسرو درآمد، از بیم و شکوه خیره شد. به روی در افتاد و نماز برد. نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند. او را برگرفتند. شاهنشاه بنواختش و گرم بپرسیدش. ذی‌یزن زبان بگشود و از بیدادی‌ها و ناروایی‌های زنگیان بنالید. گفت و شنود او را با نوشیروان در تاریخ‌ها آورده‌اند. نوشته‌اند که این ذی‌یزن چون نزد خسرو راه یافت، به هر دو زانو درآمد و بر ملک ثنا گفت و از عدل و داد او اندر جهان یاد کرد. پس گفت ای ملک، من فلان ابن فلانم. ما مردمانی بودیم که ملک یمن اندر خاندان ما بود و حبش بیامدند و آن پادشاهی از ما ببردند و خواسته های ما بگرفتند و ما را ذلیل کردند و بر رعیت ستم کردند بسیار. و ما را بر آن خواری 50 سال شد که صبر همی کنیم. و به در ما رعیت ما صبر همی کنند تا کار ما آنجا رسید که نیز صبر نماند و چیزها رسید به ما در خون و خواسته و حرمت که اندر مجلس ملک شرم دارم گفتن و به زبان گردانیدن. و اگر ملک به حقیقت بدانستی که با ما چه رسیده است، از عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و از دست این بیادبان برهانیدی. هرچند ما به در او نیامدمانی و از وی در نخواستیمی. و امروز من به امید به در ملک آمدم به زنهار و از وی فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا راست کرد و مرا فریاد رسید، به سپاهی که با من بفرستد تا من آن دشمن را از پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان برهانم، مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و آن خلق را از بندگی بخرد و به عدل خیش آزاد کند و باز جای آورد و مرا و همه آل حمیر را از جمله بندگان خیش کند. انوشیروان را سخن وی خوش آمد و بر او دلش بسوخت و آب در چشم آورد و ذی‌یزن پیر بود و ریشش سپید. انوشیروان گفت ای پیر، نیکو سخن گفتی و دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پر آب کردی و دانم تو ستم رسیده ای و این از درد گفتی. ولکن این زمین تو از پادشاهی من سخت دور است و به میان بادیه حجاز است و از دیگر سوی دریاست و سپاه به بادیه فرستادن مرا اندرین تأمل باید کردن. و با این پادشاهی من و خواسته من پیش توست. اندر این جای بباش و دل از پادشاهی بردار و هر چیز ما راست از ملک و نعمت با ما هم باز باش و بفرمود او را فرو دارند جای نیکو و 2000 درم دهندش. چون درم بدو دادند و از در ملک بیرون شد،
آن درمها همی ریخت و مردمان همی چیدند تا به خانه رسید هیچ درم نمانده بود و با نوشیروان از آن خبر برداشتند. دیگر روز چون مردم را بار داد او را نیز بار داد و گفت با عطای ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم ما کردی. به زاری گفت من آن را شکر خدای را کردم بدان که روی ملک مرا بنمود و آواز او مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن آورد و از آنجا که من آمده بودم خاک زر و سیم است و اندران زمین کم کوه است که اندران کان زر نیست و یا کان سیم. انوشیروان او را گفت بازگرد و شکیبایی کن تا اندر حاجت تو بنگرم. از این روایت برمی آید که انوشیروان ذی‌یزن را وعده یاری نداد اگر چند او را بنواخت و گرامی داشت. اما بعضی از تاریخ نویسان نوشته‌اند که به او نوید یاری داد و نتوانست وفا کند. مسعودی آورده است که انوشیروان بدو وعده داد که در جنگ با سیاهان به یاری او برخیزد، اما به جنگ روم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول گشت. در هر حال نوشته‌اند که ذی‌یزن چون پناهنده‌ای 10 سال بر درگاه انوشیروان بماند و همانجا وفات یافت.